میران نجفیانم، کرد کرماشانم. حدود 45 سال مشغول به کار نمدمالی حرفم. دارای نشان ملی هم، چهره‌های ماندگار و کارآفرینان برتر کل کرماشانم. درد به جونم تفنگ بیتونمونم، تفنگ درد به جونم تفنگ بیتونمونم، تفنگ تا تو ندارم غمینا رم یه برارم تونی یارم رفی روز رو شب تا بعد پشمیلی که دینان که مشهورده من هم هر سال یک کار ما چمه آبادیه اینه چرچه که چنان خریداد کم نوع آبادیه هر که ورگن داری سنمه دور 1500 کیلو 2000 کیلو ورگن که سنم کارگر تیرم یا نه پسا که من زایعاتی گریم درک کمیر پشکل چو هر چیز آشغال ها نوه گشت گریم من تیریم کنار نهر شوریم نه بعد یک کودیشه حتی رای داره لسر و قمرش خوبه هیچ ضرر محیط زیستش نیری خوب اول آخر یار کمانه که هایی یا قدمت داری شاید 250 الی 260 سال یا قدمتیه یا و پدریلم و جدم رسیسم من ما همیشه ساعت 4 صبح خواه عرصم تا دکان فوق بود 4 رو یا 4 و 20 دقیقه هر روز یک کار من همیشه تا لااقل ساعت 6 نیم الی 7 همه دکان ایمه یه زمانی و نوع کرماشا 55 اساکار بیمنه متاسفانه چون شغل مکانیزه و تمام زندگی مردم مکانیزه و بیه مردم پناه بنه شغله دیتر چون زندگی مکانیزه بیه بعد جوانه امروزش متاسفانه ذوق شوق و کاریل هنری و
کاری که نیرو انسانی احتیاج داشتی روی نیت کردن یه که این شغله دریم مینید و به هر حال و بینچو رانی کوفتگی یا ندارن و نمد استفاده کن قدیم مثلا این سردرد حتی یارو قرصگیش نخورد یاد یک کلو نمدی کریاد نسری دی سرمایش نخورد یاد واجه که مثلا یک قرص آسپرین یک بخوای لختگی خونش بگیریدن یک کلو نمدی کریاد است در قدیم اصلا حرف نمدمالی ذهنیت خود کسی که هنرمند بیاره خوی ترهیل کشیات توق بی، ترنج بی، گل گلیمی بی، تاوس بی هر که به هر حال خوی و ذهنه بعد دور نمد من حاشیه هیشتی من یا سر کلبی یا کوک بی هوردیم هیشتی من دوریه بعد وسط نقش مجبور بیمن یا یک کل یا دو گله کل اگر دو گله کل بیادن کلگه مثلا داره کل بی ولی کلگه اگر بیچک بی چون نمد مال جمع بوده و کلگه خیلی بد شکل بیاده و مثلا یواش یواش مشتری کم و بیاد علاقه کم و بیاد و خرید این محصوله ایما هاتیم یه چه کاری بکنیم من هاتیم دور نمد حذف کردیم من دور نمد حذف کردیم و به هر حال حتما باید نمد کل بودن یک گوزن آفریقایی بود مگه چه ایرادی داری یا یک گوزن آمریکایی بود مگه چه ایرادی داری هاتیم ترق اصلا بودیم بلا عوضی بکنیم من هاتیم عوضی کردیم طرحمان قشنگ و بی هاتم نمد گرد درست کردم طرح میکی موز کیش آمدی چون منال شخصیت تیل کارتون آمریکایی دوست دارن یه باس بیاد نمد و نوی مالیل پاوا بکه جای خود دوباره واز بکه بعد ما سنه دستیاتون بودن آقا ایمه فرهنگ ایمه خارجی نیه یا کارتون خارجی تو انگلیسیش نیستایده مثلا میکی آقا نکه ولی میدونیم در عوض مشتری تیرش آقا لطف بکه هن ماجراهای تن هن باکس بانی هن تنسی تاکسی دونن به هر حال شخصیت هیل کارتون بکشن و نمد لطف بکه ایمه طالبی من باور بکه الان مشتری هیلی که هن کارتون هیل شخصیت آمریکایی هست طالبی و این نمد هیل ترم بیشتره نمد چون به هر حال زندگی مکانیزه و بی مردم کمتر استفاده کردن بعدی متاسفانه هر استایی که مرد یکی تردی ننیشته جاگه چون واقعا شغل سختیه
تاقستان سر کردم دیگه خسرو پرویز یک کلاوی آستری. به هر حال من نظرم جذب کلاوگری. هاتم کلو سر خسرو پرویز سازیم. بردم دام میراث فرهنگی خوامان، میراث فرهنگی قاوه، صنایع دستی خود کنگاور اوجا میراث فرهنگی دریدن. هر شهری که من اگر کردم دوست دارم یه هنرمند گمنام ببینم، ولی اسم کرد، اسم کرماشا بدرخشی در دنیا. من کرقم بیم، من کرقم بیم، لخم بیم پیدا، خم نافم بری، خم ناوم نیا، خم چری للیم چار سیاه. نوست خروار خم کفزی سدستم چهارصدی خمو پانصد فجاره. من خاطری که ایلا بدل نشو میزان درای راسترک درم گریدم. بعد از یه ذره پشم که او هنه ای ورگن علاجی شده هشتمسو اول ترم و صورت یک نواخت و گرد شن دواره رشنم بانه گریل که گریل زیادی خورده سنی تا دیار نو
مخوام گورا بیم و گردیه کر گورا کردم الان فوق لیسانس الکترونیک دارم و کر بیچنگ میشالن دارید دکترا خوانی من و خانوادم مدیون یه زرچوی من تفنگ حیفک او بکشی آهو خشن تفنگ بزم دوز فراری Oder toy kam. باید و ایلو به موارد مرکزی نمدگه شکل بگیرید صابون چنگ عمل انجام ده یک باعث بود که تمیز بود چون یه وسیله شوینده است هم اگر چرکی داری چرکگیش داری داشت تمیز جوری منه کبونه تفنگ تا تو ندا رم غمینا رم یه برارم تونی یارم رفی که روز رو ششم تا